به نام خدا سلام. در این کلیپ میخوایم اختلال واریانس ناهمسانی و نحوه تشخیص اون رو در نرم افزار EViews آموزش بدیم. یکی از اختلالات شایع در برآورد مدل‌های اقتصاد سنجی و آماری وجود واریانس ناهمسانی هست. در واقع با بروز این اختلال دیگه برآوردگرهای مدل یا ضرایب برآورد شده به عبارتی بلو نیستند یا حداقل واریانس رو ندارند. در واقع میتونیم بگیم واریانس ناهمسانی اوریبی در مقدار تخمین زننده ها ایجاد نمیکنه، اما موجب بروز خطا در مقدار استاندارد ارور یا خطای معیار میشه. بنابراین آماره تی در مدل به درستی محاسبه نمیشه و بازه های اطمینان دیگه چندان قابل اعتنا نخواهند بود. در این اسلاید ما به طور شماتیک میتونیم اختلال واریانس ناهمسانی رو مشاهده کنیم. همونطور که ملاحظه میشه در حالت اولیه توزیع جملات اختلال یا توزیع مشاهدات واقعی حول مقدار برآورد شده یا رگرس شده یکسان هست و تغییری نکرده، اما در سایر نمودارها مشاهده می‌کنید که به مرور پراکندگی مشاهدات حول مقدار برآورد شده یا خط رگرسیون بیشتر و بیشتر میشه که این حالت معادل وقوع واریانس ناهمسانی تعبیر میشه. برخی از دلایل ایجاد واریانس ناهمسانی در مدل عبارتند از نمونه‌گیری نامناسب یا تبدیل نامناسب داده ها. در واقع گاهی اوقات به ویژه در مطالعات مقطعی، چنانچه روش نمونه‌گیری روش مناسبی برای مطالعه مورد نظر باشه یا حتی داده ها رو به شکل نامناسبی تبدیل کنیم، به این صورت که تفاضل‌گیری های اضافه یا لگاریتم گیری های نابجا انجام بشه، ممکنه موجب به بروز اختلال واریانس ناهمسانی بشه. یکی دیگه از دلایلی که ممکنه زمینه بروز اختلال واریانس ناهمسانی رو فراهم کنه عدم تصریح مناسب مدل هست. به عبارتی مدل هایی که متغیر سطح رو در نظر میگیرن و متغیرهای سطح رو بر هم برآورد میکنند یا رگرس میکنند، احتمال بروز واریانس ناهمسانی درشون بیشتر هست. اما در مدل هایی که لگاریتم میگیرن از متغیرهای مستقل و متغیر وابسته یا ترکیبی از متغیرهای لگاریتمی و سطح رو استفاده میکنند، احتمال بروز خطای واریانس ناهمسانی رو کاهش میدن. یکی دیگه از دلایلی که ممکنه زمینه بروز این اختلال رو ایجاد بکنه چالگی نامناسب و یا غیر نرمال بودن یک متغیر یا تعداد بیشتری از متغیرها هست. یا یکی دیگه از دلایل میتونه وجود تعداد زیاد متغیر ابزاری در مدل باشه که منجر به بروز این اختلال میشه. بیان دلایل یا پیش زمینه های وجود این اختلال موجب میشه تا درک مناسب تری از این مشکل به دست بیاریم. به طور کلی به دو طریق میتونیم اختلال واریانس ناهمسانی رو در مدل جستجو و بررسی کنیم. یکی روش غیر رسمی یا اینفورمال هست که از طریق رسم پلات یا نمودار اتفاق میفته و روش دیگه روش رسمی یا فرمال هست که از طریق انجام آزمون‌های واریانس ناهمسانی صورت میگیره. برای حل مشکل یا اختلال واریانس ناهمسانی هم روش‌های مختلفی وجود داره. ابتدایی ترین یا ساده ترین روش تصریح مناسب مدل یا انتقال داده ها هست، به این صورت که از متغیرها و یا داده هامون لگاریتم بگیریم.
روش دیگه استفاده از روش تخمین GLS هست و یا در نهایت روش بکارگیری ماتریس کوواریانس هوبر وایت. برخی از آزمون‌های معروف واریانس ناهمسانی رو در این جدول مشاهده می‌کنید. شامل آزمون‌های بریوش پاگان، گلجزر، هاروی اند گادفری، پارک، گولدفلد کوانت و وایت تست. خب همونطور که مشاهده میشه روش تصریح آزمون در جلوی هر یک از آزمون‌ها آورده شده. در این آزمون‌ها به طور معمول جملات اختلال رو بر متغیرهای مدل برآورد می‌کنند. در آزمون بریوش پاگان در یک حالت ابتدایی و ساده واریانس جملات اختلال بر متغیرها برآورد میشه. در آزمون گلجزر مقادیر قدر مطلق جملات اختلال رو به عنوان متغیر وابسته در نظر میگیریم و بر متغیرهای مستقل برآورد میکنیم. در آزمون هاروی اند گادفری از واریانس جملات اختلال LN گرفته و این مقدار رو بر متغیرهای مستقل رگرس میکنیم. آزمون پارک تفاوتش با آزمون گادفری این هست که LN جملات خطا رو بر LN متغیرهای مستقل برآورد میکنه، اما در حالت گادفری بر مقادیر متغیرهای مستقل در سطح برآورد میشه. آزمون گولدفلد کوانت آزمونی هست که مناسب مطالعات مقطعی هست و برای مطالعاتی که بیش از 2 متغیر داشته باشه چندان مناسب به نظر نمیرسه و در نهایت در آزمون مشهور وایت یا وایت تست که ما واریانس جملات خطا رو بر مقادیر متغیرهای مستقل و حاصل ضرب 2 به 2 اونها و همینطور حاصل ضرب هر متغیر در خودش یا توان 2 متغیر مستقل به دست میاریم. در ادامه در نرم افزار EViews ابتدا از طریق رسم نمودار واریانس ناهمسانی رو بررسی می‌کنیم و سپس با برآورد مدل از طریق آزمون‌هایی که در نرم افزار وجود داره وجود این اختلال رو چک می‌کنیم و در نهایت یکی از روش‌های برطرف کردن این اختلال رو مطرح خواهیم کرد. در نرم افزار EViews برای اینکه بتونیم از طریق رسم نمودار واریانس ناهمسانی رو بررسی کنیم متغیر وابسته و یکی از متغیرهای مستقل رو انتخاب می‌کنیم و به صورت گروه اونها رو باز می‌کنیم. پس از اینکه به این شکل به صورت گروه نمایش داده شد از تب ویو قسمت گرف رو انتخاب میکنیم. سپس در این قسمت در کادر اسپسیفیک نوع گرف رو اسکتر تنظیم میکنیم و برای جایگذاری و تنظیم مناسب متغیرها در قسمت آپشن پیج و سپس در قسمت دیتا اسکیلینگ جای داده رو بر روی نمودار تنظیم میکنیم. در این حالت متغیر وابسته یا کانس رو در نمودار وای یا نمودار سمت چپ قرار میدیم و متغیر GDP یا متغیر مستقل رو در نمودار پایین یا محور X ها قرار میدیم. با رسم نمودار مشاهده میکنیم که تغییرات مشاهدات حول نمودار برآورد شده یا مقدار رگرس شده یکسان هست و بنابراین احتمال وقوع واریانس ناهمسانی در زمانی که این دو متغیر رو در نظر میگیریم و به عبارتی متغیر GDP رو به عنوان متغیر مستقل و مصرف رو به عنوان متغیر وابسته در نظر بگیریم خیلی کم به نظر میرسه. در ادامه مجددا همین نمودار رو برای متغیر وابسته مصرف یا کانس و متغیر R یا نرخ بهره رسم می‌کنیم.
در این حالت مشاهدات حول نمودار یا خط رگرسیون پراکندگی نامنظمی داره و به عبارتی احتمال وقوع واریانس ناهمسانی زیاده، یا حتی میتونیم ادعا کنیم که این نمودار نشون دهنده وجود واریانس ناهمسانی در مدل هست. در ادامه در نرم افزار EViews وجود واریانس ناهمسانی رو در مدل ها توسط آزمون های جملات اختلال چک میکنیم. در این راستا بعد از برآورد مدل از تب ویو منوی آبشاری رزیجوال دیاگنوستیکس قسمت هتروسکداستیسیتی تست رو انتخاب میکنیم. در این قسمت نوع آزمون رو میتونیم انتخاب کنیم. انواع مختلف آزمون ها در این قسمت گزارش شده که هر یک روش تصریح متفاوتی رو داره و به انتخاب یکی از اونها رو میشه انتخاب کرد. ما به عنوان نمونه آزمون وایت رو انتخاب میکنیم که آزمون معروفی برای بررسی اختلال واریانس ناهمسانی هست. با انتخاب این آزمون طبق تصریح اون مشخص میشه که واریانس جملات اختلال بر متغیرها و حاصل ضرب 2/2 اونها رگرس میشه. با فعال کردن include wide cross terms ما حاصل ضرب 2/2 ضربه‌دری متغیرها رو هم در تصریح مدل آزمون وارد میکنیم. به عبارتی میتونیم بگیم انتخاب این مقادیر تا حدی دقت آزمون رو در جستجوی واریانس ناهمسانی افزایش میده و انواع مختلف روابط رو در رابطه رگرسیون در نظر میگیره. در قسمت نتایج در جدول اول آماره آزمون و مقدار پراب یا پی ولیو گزارش شده. در قسمت دوم جدول رابطه رگرسیونی که مدل برآورد کرده گزارش شده و متغیرهای مستقل و ضرایبشون به ترتیب آورده شدن. همونطور که مشاهده میشه متغیر وابسته مقدار جملات اختلال به توان 2 هست و همینطور ضرایب مدل که همه معنادار هستند و به عبارتی واریانس جملات خطا با متغیرهای الگو و حاصل ضرب 2/2 اونها رابطه داره. بنابراین میشه حدس زد در این مدل واریانس ناهمسانی وجود داره. آماره آزمون در جدول اول هم همین موضوع رو تأیید میکنه. در واقع ما میتونیم بگیم برای اینکه تصمیم گیری سریعی انجام بدیم و وجود این اختلال رو بررسی کنیم در مدلمون قسمت اول جدول کفایت میکنه و بر اساس این مقادیر در قسمت اول جدول میتونیم وجود واریانس ناهمسانی رو چک کنیم. از اونجایی که فرض صفر آزمون ها وجود واریانس همسانی هست، رد این فرض به معنای وجود اختلال واریانس ناهمسانی خواهد بود. خب در اینجا ما میتونیم مشاهده کنیم طبق آماره آزمون و همینطور پراب اون اختلال واریانس ناهمسانی در مدل برقرار هست و فرض صفر آزمون رد میشه. همونطور که ابتدا ذکر شد وجود این خطا موجب اختلال در مقدار ضرایب نمیشه، اما با ایجاد اختلال یا اوریبی در محاسبه مقدار استاندارد ارور ممکنه منجر به این بشه که ضرایب ما به اشتباه معنادار محاسبه بشن در صورتی که در واقع معنادار نیستند. ما برای رفع این اختلال میتونیم در نرم افزار EViews پس از تشخیص وجود واریانس ناهمسانی در جدول استیمیشن از تب آپشن در قسمت کوفیشنت کووریانس نوع روش هوبر وایت رو انتخاب کنیم. با انتخاب این روش پس از برآورد مدل مشکلات یا اختلالاتی رو که در محاسبه استاندارد ارور ایجاد میشد حذف میکنیم و در این حالت مقادیر استاندارد ارور قابل اعتنا خواهند بود. خب در این کلیپ سعی کردیم تا
به طور کلی مطالبی رو در زمینه واریانس ناهمسانی ارائه بدیم و به صورت کاربردی نحوه چک کردن این اختلال و برطرف کردن اون رو آموزش بدیم. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه. ممنون میشم اگر نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.